بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حشر شروع میشه. این سوره را به نام حشر یاد میکنه. حشر جمع کردن هم میگه. در مدینه منوره قومای مختلف یهود آباد بودن. او آبادی از یام به خاطر شده بود که یا وقتی در کتاب خون تورات مطالعه کردن که پیغمبر آخر زمان جای هجرتش چیسته در بین دو کوه است که به نام عیر و سور یاد میشه، سبیر یاد میشه. آمدن هر جای سوال کرده که امین در کجا است. آخر در مدینه پیدا کردن. امینجا جا بجا شدن و فکر میکردن که پیغمبر از اولاد هارون علیه السلام پیدا میشه که خودی ما هستیم. امو پیغمبر آخر زمان میشه. زمانی که پیغمبر علیه السلام دعوی نبوت کرد و هجرت کرد مدینه، اونجا بسیار از همین مردما بنو نذیر و بنو قریظه و بنو قینقاع از همین قومای یهود موجود بود. خصوصا علمای خیلی بزرگ داشت. وقتی دیدن که مکمل علامات پیغمبر علیه السلام که در کتاب خود خوانده اونمو علامات دوسته، لیکن از روی عناد، از روی دشمنی و حسد نپذیرفتن. از همون خاطر موقع به موقع ماری آستین برای پیغمبر بود. پیغمبر در اول هجرت خود از بسیار تاکتیک و هوشیاری خود کار گرفت. اول قطع از یا پیمان صلح حرکت کل قوما امضا کرد، به خاطر که دشمن بیرونی داشت که او گاه حمله میکرد. اهل مکه از او خاطر قطع از یا پیمان صلح حرکت کرده بود. لیکن یا منافق صفت بود. یهود خود بسیار مردم سازشی است و سخت بی وفاستند. از همون خاطر بار یا نعوذ بالله نقض پیمان میکردن، وعده همکاری را با کفار میدادن، سازش‌ها را میکردن علیه اسلام. اینجا واقعات از یار الله برای ما ذکر میکنه. باز همون بود که یا جمع کرده شد در زمان پیغمبر علیه السلام. آلی از خود مدینه منوره کسی در خیبر رفت، کسی در دیگه جا در طرف شام حرکت کردن. این یک اول حشر بود، اول جمع شدن یهود بود در یک نقطه که یا اینطور پراگنده در منطقه نباشه. باز دوم حشری از یا جمع کردن از یا و یا را بدر راندن از سرزمین عربستان. این از خلافت عمر رضی الله عنه شده. از همون خاطر قرآن اینجا تعبیر به اول الحشر میکنه، یعنی اول جمع شدن از یا. آلی واقعش میای اینجا پشت سر عمرو ابن امیه زمری رضی الله عنه، یک صحابی است. این 2 نفر از کفار قتل کرده بود. قتلم به خاطری کرده بود که در یک موقع این مردما بسیار خیانتکار، غدار، نعوذ بالله فریبکار بودن. بیری معونه برش میگه مردمش آمد. پیغمبر علیه السلام گفت که ما خو اسلام آوردیم، چند نفر برای ما روان کو که برای ما احکام اسلام تعلیم بده. پیغمبر علیه السلام علم غیب خو نداشت. 70 نفر از قرا حافظای قرآن کریم، اونجا حافظ قرآن کسی بود که قرآن هم کامل میفهمید، یا رب روان کرد به خاطر تعلیم از وا. لیکن و منظورشان فقط دسیسه جور کردن برای شهادت امی مردم بود. منظورشانی بود که این مردم ها باید شهید شود، چرا که یا معلمین است او ما از بین ببریم. اونجا که رفتن بنابر دسیسه 69 نفر چی کردن؟ شهید کردن. از این جمله فقط عمرو ابن امیه زمری رضی الله عنه ای باقی مانده بود. این حالت کشتار رفیقای خود دیده بود. کدام خونی انتقام که در قلب یزید جوش میکرد ای به الله معلوم است. تو که در پیش روی 69 نفر دوستای تا بدون کدام جرم با جز از اینکه تو فقط کلمه لا اله الا الله را میخوانی و او قتل کرده باشه، آلی که پس بیایی امی مطلقی کافر را ببینی میمانیشه؟ کسی که غیرت داشته باشه نمیمانشه. این صحابیم در راه آمد، 2 دانه کافر در دم رویش آمد، چون که خیلی غصه شده بود. اردو کافر دستی گرفت قتل کرد، در حالی که در بین پیغمبر علیه السلام و در بین امی قبیله ها چی بود؟ پیمان صلح بود. امی بنو نذیر پیمان صلح با پیغمبر علیه السلام داشت. قاعده ای بود که هرگاه یک قتل میشد دیتش سر کل مردم بود، حتی کسایی که در پیمان صلح شریک بود و هم در جمع کردن دیت مسئول بودن که باید جمع بکنه. از همون خاطر وقتی که گپ شایع شد، پیغمبر علیه السلام در بنو نذیر خودش تشریف برد، به خاطر که دیت پوره شو از 2 نفر بود، مردم قدر اقتصادی قوی نداشت. رفت در اونجا در بنو نذیر که رفت با وصفی که قطع از پیمان صلح داره، اونجا و یک دسیسه را جور کردن. قدرت الله دسیسه را هم کسی جور کرده که او باز پسان خودش کل مردمش میره چی میشه؟ نعوذ بالله جلاوطن میشه. عمرو ابن جحاش میگه اونو
میای قطی یک چی کاکایش که به نام یامین ابن عمرو ابن کعب است، اونو مسلمان میشه، دیگه یکیش مسلمان هم نمیشه. و دسیسه سنگ انداختنم امی عمرو ابن جحاش میگه ای ترتیب کرده بود. گفتن که پیغمبر علیه السلام گفتن که تو بشی ما دیت جمع میکنیم و اونجا دسیسه کردن، رفتن پیغمبر را بیخ دیوال شاندن و رفتن که سنگ بزرگ از بالا بگیره و سر پیغمبر بندازه و پسان بگویه که سنگ ولاد موره بوده، خود به خود خطا شده، پیغمبر علیه السلام از بین ببره. جبرئیل امین آمد حالات به پیغمبر علیه السلام گفت، پیغمبر از اون مقام خیست و به در آمد، دیگه دیت جمع کردن نشیشت. اینی امو پیمانی که در بین پیغمبر و امی بنو نذیر بود از بین رفت. پس اول رأی کرد پیغمبر علیه السلام که ما با شما جنگ داریم، دیگه مسئله صلح نیست. خب بله، در روز مهلت براتون میدیم و یا است که قطعا جنگ کنه یا است که وطن ترک کنه، سر یک شطور هر چیزی که برده میتونه شما ببره. اینی را میگه سماحت و حوصله اسلام، که اسلام در عین حالت انتقام هم از حدود تجاوز نمیکنه، رعایت میکنه، حقوق کل گیره، ظالم نیسته. اگر همینطور درد به دنیای کفر برسانی، یقین به الله بکو اگر تو را خو موقع بده، دمی آنی واحد تو را مکمل از بین میبره، باز تو را خبر و آگام نمیکنه که من قطعی تو جنگ دارم، بلکه در مقابل می انتقام خدا میگیره. ما روزانه از امی مدعیین کاذب حقوق بشر اون دیده رویستیم که در یک جای که یک نفرشان سرباز کشته میشه، سعی میکنی که با ما را در مجلس‌های عام مندازه، در مسجد، در توی، در خیراتا، در جایی که تجمع مردم است، سری مکتب، امی کار کرده رویست. امی مدعین کاذب چی؟ حقوق بشر، امی مردم. اما نظام اسلام بیبی که در مو حالت که درد بزرگ به پیغمبر رسیده و این دسیسه بزدلانه و ناکام هم در مقابل پیغمبر انجام داده و پیغمبر هم خوب تسلط و قدرت داره. این خبیثا خو اول علامات که دیدن یک نوع تمایل پیدا کردن، باز وقتی که در جنگ بدر مسلمان ها کامیاب شد دیگه هم قوی شد همین میل ایمان آوردنشان، لیکن وقتی که در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، 70 نفر شهید شد، امو میلشان از بین رفت، باز دست به دشمنی میزدن. این همی بود که پیغمبر علیه السلام امر کرد صحابه کرام و رفت محاصره کرد و اول میرفتن، لیکن عبدالله ابن ابی ابن سلول که کلان منافقین مدینه بود اول برش روان کرد، گفت ما امدادی تا نمیکنیم، اگر مسلمان ها قطع جنگ کرد ما در برابر شما استاد میشیم، پشتیبانی شما را میکنیم، جنگ میکنیم، اگر نه که شما را مجبور به فرار کرد ما هم قطع هستیم، ما هم قطع میریم. وارا فریب داد. زمانی که پیغمبر علیه السلام اول روان کرد، پس به پیغمبر اول روان کردن، گفت ما رفتنی نیستیم، قطع جنگ داریم. پیغمبر علیه السلام که لشکر روان کرد، آلی دیگه منافقین دیگه امداد از یارا نکرد، یا در قلاهای خود پنهان شدن. محاصره کرد قلا را، بعضی روایت 6 روز 21 روز است که قلا را محاصره کرد. آخرش بازیا مجبور شدن که جلا وطن شوند. اونمو بود که پیغمبر علیه السلام حکم کرد که تا 10 روزه در یک شطور که هر چیزا برده میتونی از خودتان، در غیر از دیگه چیز نیست. از امو خاطر شروع کردن، به خاطری که حسد داشتن قطعی مسلمان ها، گفت دیار جور شده ما بعد باقی نمانه، دروازه را کندن، کلکینا را کندن، سقفای خانه را انداختن که قرآن کریم چیسته پشتی سر بر ما امی چیز حالت و وضعیت بر ما بیان میکنه. در اینجا اصلی مقصد است که در مورد غنیمت ازی در بین مسلمانان نزاع پیدا نشوه و نزاع سبب از بین بودن وحدت مسلمان است، قوت مسلمان است. از امو خاطر الله تبارک و تعالی بیان میکنه که این غنیمت به فتح و کامیابی شما نیست صحابه کرام که شما دعوا کنید که حقی ماست. ایره الله تبارک و تعالی حکم کرده که فتح شده، رعب پیغمبر در دل از آن انداخته. پیغمبر علیه السلام هم در یک حدیث میفرمه که الله رعب مرا سری دشمن به مسافه 1 ماه چی کرده؟ در قلب دشمن انداخته. از او خاطر این مال در حقیقت ملکیت الله است و اجازه تقسیم و تصرفش به پیغمبر کرده. پیغمبر که به کسی میده به کسی نمیده. او پیغمبر خو انصار جمع کرد، برشان گفت که انصار منظوری ما ایسته که شما برادرها از برادرای مهاجرتان بسیار به تنگ آمده، چرا در خانه شما میشینه، شما از روز و روزگارتان باقی مانده، در زمین شما شریک، در اتاق شما شریک. ما میخوایم که نمین مال بنی نظیر تنها به مهاجرین بدم که باری دوش شما نشوه، بری خود مستقل شوند. لیکن در اینجا
دو صحابی که سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده رضی الله عنهما که یا سردارای انصار بودن، پیش شدن به پیغمبر اسلام گفت یا رسول الله این گپ نزن، این مالم بری از یا بده و باز هم قط ما بالکل در خانه ما شریک، در ملک و مال ما شریک، هیچ نوع تنگ دلی دو نیسته. قرآن مدح از یار میکنه پشت سر که صحابه کدام مردم بود، انصار کدام حیثیت داشتن، چی مقام داشتن. خب در اینجا درسای بزرگ به ما هم هسته. الله تبارک و تعالی میگه بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات، پاکی بیان کردن است لله برای الله تبارک و تعالی از هر نوع احتیاجی و شرک و کفر. سبح لله تسبیح بیان میکنه برای یک الله ما آن چیزی که فی السماوات در آسمان هاست و ما فی الارض آن چیزی که در زمین است و هو العزیز و الله زبردست ذات است. از این خاطر تمام مخلوقات و کائنات اگر در آسمان و زمین است تسبیح الله را بیان میکنه. الحکیم و حکمت والاست که بندگان خدا انسانا را اختیار داده، جبران مجبور به تسبیح گفتن نکرده، بلکه اختیار داده به خاطری که بنا بر یک حکمت است. و حکمت کدام است؟ که فرق شود که کی جنتی است و کی دوزخی است. الله ظالم نیست که یک دل بدون موجب در جهنم بندازه، بان که سری خودشان گپ ثابت شود. هو الذی الله مذاتی است اخرج الذین که کشید و کسانی را کفروا که کافر بودن من اهل الکتاب از اهل کتاب. این بنو نذیر است که در 2 میل از مدینه منوره دور افتاده بودن. الله تبارک و تعالی یارا کشید. سعی که الله نسبت کشیدن به خود کرده. من دیارهم از خانه هایشان لاول الحشر در اول جمعوری لشکر، در اول جمعوری لشکر یارا کشیدن. معلوم شد که اول حشر است، حشر دوم مدنی است. این پیشگویی قرآن کریم است. حشر دوم در زمان خلافت عمر رضی الله عنه شد که جزیره العرب بعد یک مشرک باقی نمانه. یا باز از خیبر هم حرکت کردن، چیستن رفتن دیگه طرف شام، ایجا باقی نماندن. ما ظننتم یخرجوا، شما گمان نمی کردی که یا براین، و ظنوا خودشان هم گمان کرده بودن انهم مانعتهم حصونهم که یا منع کننده است پرده از یاره میکنه حصونهم قلاهایشان. بسیار قلای قوی داشتن، از اونجا تیراندازی میکردن، الا بولا پیشرفت نمیشد. من الله که یا منع کننده است قلعهایشان، من الله از عقوبت و عذاب الله. فاعطاهم الله پس عذاب الله آمد برشان من حیث از او طرفی که لم یحتسبوا هیچ گمان نمی کردن. و قذف فی قلوبهم الرعب الله انداخت قلبای از یا ترس. یخربون بیوتهم که خراب میکردن خانه های خدا، بیایدیهم به دست خود، به خاطر که جور نمانه برای مسلمانا که مسلمانا دیش نشینه. و اید المؤمنین و به دست مؤمنا خراب میکردن. مؤمنا به خاطر خراب میکرد که خب غصهشان زیاد شود که سعی کو ما حاضر هستیم و خانه ما چی میشه؟ خراب میشه. فاعتبروا یا اولی الابصار، اینی حالت دیده اعتبار حاصل کنه، قیاس کنه. فاعتبروا عبرت بگیره یا اولی الابصار، کسایی که دید داره. البته 2 قسم دید داره، ام چشم سر داره که یه حالات میبینه، ام چشم قلب داره. فکر بکنه انسان که دنیا چه رقم است، چقدر زحمت و خواری در این مردم در اینجا کشیده بود، لیکن چی چیز موجب شد که این مردم بعد خانه خود خراب کنه؟ چی موجب شده؟ مخالفت الله و رسول. هر کس که مخالفت الله و رسول میکنه الله در دنیا می اینطور ذلیل میکنه. این یاد داشته باشه، کسی که مخالفت احکام الله را و از طریقی پیغمبر میکنه قدرت الله، او حتما ذلیل شده نیست. این را شما قطعی خود نوت کنید. کسی که طریقی پیغمبر سبک میشماره او مخالفت میکنه قطعی خود نوت کنی و آدم در آخر عمر حتما تا آخر الله ذلیل میکنه. چرا؟ قرآن برای ما میگه که یا اولی الابصار، صاحبان بصیرت درس بگیره که مخالفت الله و رسول به کدام عذاب رسوا مبتلا میشه. چقدر عذاب رسوا بود. خودت خانه خود خراب کن، خودت خانه خود خراب بکن. چرا؟ آل ایمان آوردن سرشان سخت بود؟ نه، عناد نمیگذاشت، ضد و تعصب نمیگذاشت. چطور ما با پیغمبری که از قوم ما نیست گپای از او را بپذیریم؟ ما صاحبان کتاب بودیم، ما صاحبان. امروز پیر صاحبان نمیپذیره ترجمه قرآن، میگه ما محترم در بین مردم بودیم، حالی چطور خدا بگیریم بریم در ترجمه قرآن بشینیم که برای ما مرید ما بگه که تو یه چیز نمیفهمیدی؟ اینطوری خود نمیشه. از او خاطر موجب شد که تا او سرحد گپشان برسه. قرآن برای ما میگه
ولولا ان کتب الله علیهم، بله اگر الله نوشته نمیکرد در قسمتی از یا در ازل و تقدیر، علیهم بالای از یا الجلا، جلاوطنی را که از وطن بعد یا رانده شوه، لعذبهم فی الدنیا، پس عذاب میداد یا را به قتل کردن فی دنیا، در دنیا به دست شما. خو الله نوشته کرده بود که یا جلاوطن شوه اینطور قتل نشوه. ولهم فی الاخرت، به اینطور مردم که مخالفت الله و رسول میکنه در آخرت عذاب النار، عذاب آتش است. ذالک بانهم، این جزای جلاوطنی که در دنیا و عذاب آتش که در آخرت برشان است. به خاطر چیست؟ بانهم، الله خود دشمنی ذاتی هیچ کسی نیست، نه یهود بچه کاکایش است نه مسلمان، چرا که الله لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد است. چرا مبتلا به این مصیبت ها میشه؟ ذالک بانهم، به خاطر است که مردم شاق الله مخالفت کردن امر احکام الله و رسوله، مخالفت کردن از طریق پیغمبر علیه السلام، نقض عهد کردن، پیمانا را میده کردن، ایمان نه آوردن. از همون خاطر اینطور جزا سرش مرتب شد. یا خاص برای همین مردم است اینطور جزا؟ نه، قرآن علی بیان میکنه این جزا قانونی عمومی الله است، تنها در یک تاریخ نیسته، در هر تاریخی کسی مخالفت قانونی الله را میکنه. مشاقه چی را میگه؟ مخالفت ظاهره. مخالفت چی را؟ ظاهره. بنگی بر الله مخالفت شروع میکنه. و من یشاق الله، کسی که مخالفت دستورات و قوانین نظام الله را میکنه، فان الله شدید العقاب، الله سخت عذاب دهنده است. یا در دنیا می عذاب میده، اگر در دنیا نده در آخرت هم اتمی است. ما قطعتم من لینة او ترکتموها، آن چیزی را قطعتم که شما بریدید، من لینة از درختای خرما، او ترکتموها یا گذاشتید نبریدش، قایمتا که استاده ماند علی اصولها، با بریشی خود، با گنده و تنه خود. فباذن الله، مردم اعتراض کردن اسلام داد میزنه، امن است، اینطور است، اونطور نیست. سیکو درختا را چپکت، گناه درختا چی بود؟ خانه را چپکت، گناه خانه چی بوده؟ اینی کارا را کرده. اسلام یک تیکه تخریب است، اسلام خشونت است. قرآن جواب داد هیچ اعتراض نمیشه. کلی کارایی که شما صحابه انجام داده، اگر سیل اعتراضات از طرف منافقین برایتان پیش میشه، جواب بگویه که فباذن الله، به حکم و فرمان کی بود؟ الله بود. در جایی که حکم و فرمان الله برسه اونجا باز این جواز داره. یک وجه ولیخزی الفاسقین، و دیگه که رسوا بساز الله کسایی که از حدود الله میبرایه. فاسق کسی را میگه که از طاعت الله بیرون میشه، تا فرمان برداری الله را نمیکنه. باید بدانه فاسقین که اینی طور حالت سرش آمده رایسته. از همون خاطر در اونجا قطع کردن درختها و ویران کردن خانه ها جایز بوده، چرا که شان و شوکت از بین بره و بر از بسیار غصه پیدا شود. و ما افاء الله علی رسولی، آن چیزی را که عاید گردانیده عالی بالای الله علی رسولی، بالای پیغمبر الله، منهم از امی بنو نذیر. فما اوجفتم علیه من خیل، پس شما نتاخته ندوانده علیه بالای فتح کردن امی بنو نذیر، من خیل کدام اسب، ولا رکاب نه کدام شتر، نه سری اسب سوار شده نه سری شتر سوار شده اید که او را فتح کرده باشه. ولکن الله، لیکن الله تبارک و تعالی یسلط رسوله، غالب میگردانه، مسلط میساز انبیای خدا، علی من یشاء، بالای کسی که الله خوب بخواه. والله علی کل شیء قدیر، الله میتونه، چرا بالای همه چیز قدرت داره. پس این فتح به توسط شما نیست، الله این فتح را به بار آورده. چرا شما نه سری اسب سوار شدی نه سری شتر؟ معلوم شد که اونجا صحابه مرکبان نداشته غیر از خودی پیغمبر، که یا سری مرکب یا سری شتر رفته بود تا اونجا را. الله میفرما الله مسلط کرد، رعب پیغمبر در قلب از او انداخت، مجبور شدن که توافق بکنه به آن فرموده یا دستوری پیغمبر که برش گفته بود. آلی دیگه ایمان در تصرف پیغمبر قرار داره. از اینجا مسئله دیگه هم بر ما واضح میشه که ملکیت ها را الله تبارک و تعالی، یعنی چیزایی که ما در جهان میبینیم سه قسم میشه. یکی او چیزایی است که بسیار انسان برش نیاز و ضرورت مبرم داره، او یک لحظه از پیشش چی نمیشه، دور نمیشه. اینطوری چیزا را الله تبارک و تعالی
چون که ضرورت همه انسان هاست، این در ملکت کسی نداده، بلکه امو رقم بدون عوض، بدون کدام قیمت برای ما روزانه بسیار مقداری ازی برای ما داده میشه. مثل چی واره؟ هوا، فضا، اکسیژن، شعاع آفتاب، مثلا روشنی از او. این امور خیلی ضروری انسان است. بدون این امور زندگی انسان بالکل مختل است. الله تبارک و تعالی ملکت این چیزا را به کسی نداده. ملکت الله است، به هر کس فراوان بلا عوض میرسه. اگر اکسیژن به خرید می بود، نخواد که کل عمر ما و شما قیمتش می داشتیم که خریداری میکردیم. اما الله تبارک و تعالی اینمی قسم عام ساخته و ملکت کسی را سر ثابت نکرده. دوم چیزا، اونو چیزایی است که از زمین میرویه، مثل غله، دانه که هم برای خوراک ماست، یا چشمه ها و چاه هاست که آبش میبرایه. این نیمه ملکیت است. نیمه ملکیت است. نیمه ملکیت به خاطر میگیم که با وصفی که تو او را کار میکنی، تصرف خود میاری، لیکن بازم حق و حقوق فقرا دایشتی است، تعلق داره، بعد برش بودی. سوم قسم او چیزایی است که بسیار ضرورت زندگی انسانی نیست، مثل طلا، نقره، اشیایی که ما و شما خرید و فروش سرش میکنیم، یا به او اندازه نیست. از او خاطر اینجا ملکت تنها برای انسان الله مقرر کرده، یعنی ملکت شخصی را. چرا؟ اگر یام عام می بود، نظم و نظام مختل میشد. هر کسی تو یک خانه تو مثلا عام می بود، تو میخواستی خواب بکنیم، دیگه نفرام میامد دیگه خواب میکرد، از کل مشکلات تو حل نمیشد. الله تبارک و تعالی در اموری که زیاد ضرورت انسان نبود، او را ملکت شخص قرار داد. اینمی قسم چی کرد؟ توازن در بین امی اشیایی که برای انسان به درد میخوره، اینی قسم تقسیمات الله تبارک و تعالی به بار آورده. اینجا مسئله مال غنیمت است، مسئله مال فی است. یکی غنیمت است، یکی مال فی. اگر بزور مسلمان ها مال از کفار میگیرن و در دار حرب احراز میکنه، محفوظ میکنه، نگاه میکنه، او را مال غنیمت میگه. مال غنیمت در سوره انفال اونجا احکامش تیر شده که خمسی از او برای او کسایی است که اونجا بیان شده، 5 طایفه را الله بیان کرده. دیگهش برای امی غانمین است، خمسش برای پیغمبر و او کسای دیگه که است. باز کسای دیگه در خمس شریک است. یعنی یک خمس کردی، باز و خمس پنجه، باز 5 حصه میکنی، یک حصه برای فقرا و چیستا ابن سبیل و مسکینا داده میشه. یکی فی است. فی امو مال میگه که بدون جنگ از کفار به دست میاد، یا در خراج، در جزیه، یا به حیث هدیه و توفه روان میشه به مملکت اسلامی، یا به نام فی یاد میشه. در اینجا پیغمبر علیه السلام و امیر اسلام بالکل اختیار و تصرف داره. البته اینجا در پنجم سش یک طایفه مردم داخل است که الله اینجا پشتی سر بر ما میگه که ذوی القربا و یتاما و مساکین و این مردم هاست که از این باید داده شود. بقیه زیرا پیغمبر علیه السلام میتونه تقسیم کنه، میتونه نان و نفقی خود از او برآورده بسازه. چرا که کل عمر مصروف در تربیه مسئله جهاد و این گپا است، بیکار نیست که نان و نفقه را کمایی بکنه. الله تبارک و تعالی نان و نفقه امیر مسلمانان را از همینجا قرار داده. اینجا همون مسئله علی بر ما بیان میشه. ما افا الله علی رسولی، آن چیزی را که عاید گردانید، بازگردانید الله تبارک و تعالی علی رسولی، بالای پیغمبر الله. اشاره میکنه که اصل مالم از الله بوده، بازم در الله تعلق میگیره. صحیح که اصل مالم از الله بود، از او خاطر میگه که پس الله آن چیزی را که عاید گردانید الله علی رسولی، بالای پیغمبر خود، من اهل القرى، از مالای اهل قریه ها، که او مثل باغ فدک و خیبر و یک جزء خیبر بود. فلله، پس تقسیم ازی یا تصرف اینمی مال، فلله پس ملکیت این مال لله برای الله تبارک و تعالی است. وللرسول تصرف و تقسیم این مال در دست پیغمبر علیه السلام است. ولذی القربا، این مال برای ذوی القربا است. والیتاما، کسایی که رشته داری پیغمبر علیه السلام است، اولادی بنو هاشم و عبدالمطلب، یعنی دو طایفه اقربای پیغمبر شناخته شده، برای ازوا داده میتونه. چیستا ولذی القربا، برای صاحبان رشته است، رشته داریشان است، اقربایشان. والیتاما، برای یتیم است. والمساکین، برای مسکین است. و ابن السبیل، برای مسافر است. البته اینجا فرقت ما قبل اوشته، اونجا خمسه میگرفت، اینجا خودی خمسه میگیره. یعنی یک مال یک دفعه 5 دفعه ایسا تقسیم شود، باز یک حصهش 5 دفعه تقسیم شود، یک حصهش به این مردم داده میشد. این در غنیمت در سوره انفال بود.
اما اینجا مطلق خمس، یعنی مال 5 میشه، 1 برشان داده میشه. والیتاما برای یتیماست، و المساکین برای مسکیناست، و ابن السبیل برای مسافراست. قرآن در تمام موارد هر جایی که بیان میکنه کدام صدقه مالی باشه، الله مصارفشه مشخص میسازه که بایی سعی کنه تا می اندازه را که مالی فیام است ای باید بینی طور طایفه داده شد، برکس نه. چرا این را میگه؟ رسم جاهلیت الله میده کرد. در زمان سابق هر کس که کلان بود، پاچا بود، دیگه کلی مال به خدا میگرفت و به دیگرها هیچ چیز هم نمیداد. باز که میداد با اونمو کسا میداد که غنی می بود. مثل کمکایی که آلی است دولتای خارجی میآید کلش پس هم سردم داره در بین خود تقسیم کرده رایسته. اونی طور یک رسم داشتن، الله او رسم میده کرد. نه، این مالی فی است، تصرف و اختیارش در پیش پیغمبر و پیغمبر 5 سیش بینمی مردم بده. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، اصلی هدفی نمیسته. تقسیمات به این خاطر است، به خاطری که لا یکون نگرده دولتا چیزی دورخوردنی بین الاغنیاء در بین غنیاء منکم از شما. دوله او را میگه که گوی در دست یکی گوی در دست دیگه قرار داره. الله تبارک و تعالی میگه این مال ما به فقرا و یتاما و مساکین به خاطر گفتیم که نشوه ای دولتن داد و گرفت در بین اغنیا شوه. فقط ام یک غنی از پیش استفاده بکنم خیر خلاص منکم از شما. و ما آتاکم الرسول، آن چیزی که میده پیغمبر براتان، فخذوه شما بگیری قبول کنی او را، عمل سرش بکنی. اینجا گرفتن به طریق عمل است، یعنی عمل سرش بکنی. و ما نهاکم، آن چیزی که منع کرده پیغمبر عنه از امو چیز، فانتهوا قرار شوی شما در اون مورد چیزی گفتن نمیتونی، کشیده نمیتونی. واتقوا الله، از الله بترسی، مخالفت طریقه های پیغمبر نکنی. ان الله شدید العقاب، یقینا الله تبارک و تعالی سخت عذاب دهنده است. این آیت بسیار جامع آیت است، اگرچه بعضی تلاش کرده که آیت فقط در مورد غنیمت ها خاص بسازه، لیکن اینطور گپ نیست، بلکه مفهوم آیت عام است. الله ما را میگه آن چیزی که پیغمبر برات گفته بگی و آن چیزی که منع کرده قرار شو بس. از این خاطر مولا علی قاری رحمت الله علیه در شرح مشکات نوشته میکنه مثل که ما مامور هستیم به فعل پیغمبر علیه السلام که فلان کار کرده پیغمبر، ما میکنیم از فلان کار منع کرده، از اون منع میشیم. خود کدام کاره که منم نکرده خود نکرده اونجا ما تابیداری نکرده نمیکنیم. از امو خاطر رو بحث کرده سری نیت در زبان. نیت در زبان میگه انما الاعمال بالنیات، نیت تعلق به قصد عبارت از قصد و اراده قلبی را میگه. پس در زبان نیت کردن بدعت است. چرا بدعت است؟ به خاطری که ترک آمد از پیغمبری را انجام نداده. ای اوالی کی است؟ اوالی عالم برجسته علمای احناف در فن حدیث که مشکات شرح کرده. خو این مردمی قدر کور است که نه کتابی مذهبی خودم میشناسن، تعصب یاره واداشته، و نه کتابی حدیث و قرآن خود بگذار دو خو هیچ سروکاری نداره. دمو کتابی مذهب که برشان بدعت گفته یا کلی در افغانستان کلی مردم نیت به زبان میکنه یا نیت به قلب میشناسه، مفهومی نیت نمیشناسه. وقتی که از پیش پرسان کنی که نیت شروع را چی میکنه؟ در زبان میکنه و حتی نیت نمیشناسه. باز ملاها میشینه، عوام میشینه گله میکنه که شما تفرقه پیدا کردی. این ملاهای تا نبگوی که 50 سال پشتش نماز خواند، یک نیت براتون نگفت که چی رقم میشه، در بدعت مبتلا کردن. ما را چرا میگی؟ ما تفرقه پیدا نکردیم یا پیدا کردیم؟ یا اگر حقایق بگوی شما کل سنت های پیغمبر تعظیم و احترام میکنی، خود نمیگه براتون. قرآن هم اینجا میگه و ما آتاکم الرسول، آن چیزی را که پیغمبر براتون داده فخذوه سریزو عمل بکنی، و ما نهاکم چیزی را که پیغمبر منع کرده عنه ازو فانتهوا قرار شوی. خب بعضی میگه اگر امرم نامده بود نهیم نامده بود باز اونجا هیچ پروا نداره. میگه چکو که دواره خود پیغمبر منع نکرده کاری خوب است باید کرده شوه. اینی گپ دلیل میگیره. این گپ چی میکنه؟ دلیل میگیره. ما میگیم ایدهی داخل است و ما آتاکم الرسول، چیزی را که پیغمبر برات داده. پیغمبر نقشه نمازه به می سیستم داده، نماز خوانده شده، پیغمبر پس دور خورده، بعد از فرض تسبیحات گفته، بعد از او خیسته روان شده در کجا؟ در سنت خواندن در خانه. آن چیزی را که برات داده اینمی را داد بر ما. آلی دیگه تویی را تغییر نده.
پیغمبر رفته بود در خانه، تو اینجا در مسجد نماز خواندی، پیغمبر تسبیحات گفته بود تو تسبیحات نگفتی، پیغمبر دعا به جمع نکرده بود تو جمع کردی. بگو چیزی که پیغمبر برات داده بود امور کردی. قرآن از خاطر امی گپا میگه که هر چیزی را پیغمبر برات داده او را انجام بده. ما مثل که مأمور هستیم در فعل پیغمبر که چیزی را او کرده بکنیم، امی رقم در ترک پیغمبر مأمور هستیم، چیزی را که ترک کرده ترک میکنیم، میلاد نکرده نمیکنیم. اردویش است. این قاعده مسلم است، کلگی دیگه تسلیم است در بین علما. لیکن تو بیچارگک بنکور هستی، نمیفهمی نه کتاب مذهبی خدا نه حدیثه. تو یک دفعه مطالعه کن واقعیت دین بفهم، باز بعد از او بگو. نمیفهمی سری دین. یک کسی را ام یعقوب میگه. ام یعقوب یک زن بود، آمد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفته بود که کسی چیسته خال میزنه، خالکوبی میکنه، اینطور است چیسته او را الله لعنت گفته. آمد گفت عبدالله ابن مسعود چرا تو میگی؟ در قرآن خو لعنت سری طور زنا نامده، او تو میگی که لعنت آمده. گفت چرا نامده؟ تو اگر قرآن واقعا دقیق میخوندی پیدا میکردی. گفت من خو قرآن مکمل خواندم، ایره پیدا نکردم. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه برش گفت چرا این آیت نخوندی؟ و ما آتاکم الرسول فخذوه، آن چیزی را که پیغمبر براتون داده بگیری عمل سرش بکنی. و ما نهاکم عنه فانتهوا، چیزی را که من نکرده او را شما قرار شوید دیگه انجام ندی. پیغمبر گفت من نکرده یعنی؟ گفت بله. یک طرف خوبی بی که صحابه حکم چقدر زود منتشر میشد، به مردم گفته میشد، تبلیغ میشد. او که مجرد شنید در ذهنش موافق نبود، پس آمد انتقاد میکنه، میگه چرا اینطور میگی؟ باز چرا؟ به خاطری که قرآن او مکمل میفهمید، قرآن مکمل مطالعه کرده بود، میدید که صراحتا خود در اینجا این جای نیست که لعنت الله سری زنی که خال میزنه یا برش خال زده میشه، برای زنی که فاصله را در بین دندانهای خود پیدا میکنه برای حسن، برای زنی که چیستا مویای خود وصل میکنه واصله و متواصله، برای زنی که نامسه و متنمسه است ابروی خود میچینه و یا ابرویش چینده میشه. از او خاطر در قرآن نرفته بود، آمد اعتراض کرد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه برش گفت قرآن اگر خوب میخوندی میفهمیدی. این آیت برش پیش کرد که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. قرآن برات گفته، پس حکم پیغمبر حکم چی است؟ بگه الله است. شریعت پیغمبر شریعتی کیست؟ الله است. چیزی که پیغمبر برات نقشه داده از نقشه پیغمبر بیرون نشو. از این دیگه قیاس کنی. بسیار کسایی که میگی خواست غنیمت است، نه خواست غنیمت نیست. بله پیغمبر غنیمت به کسی میده بگیره، اگر نمیده بس خفه نشوه، نگویه، انتقاد نکنه که پیغمبر چرا گرفت، چرا این ملکیت از کی بود؟ الله. خو مختارداری تصرف و تقسیمش کی را قرار داد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. از او خاطر شما اعتراض نمیکنی. لیکن این حکم عام است در تمام موارد که پیغمبر چیزی را فرمان داده انجام بده که من کرده من، ترک کرده ترک، فعل کرده فعل. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، فرمانای الله را ندیدن نگیری. این احکام برات بیان میکنه، بعد از فقط امی قدر میگه واتقوا الله، از الله تبارک و تعالی بترسی. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دهنده است. للفقراء المهاجرین الذين، این بدل است از کی؟ اهل قربا و فلان یتاما و مسکینا را بده. کدام مردم است؟ للفقراء المهاجرین، برای فقرایی که مهاجرین هستند. اینجا چرا خاص کرد در جمله ذوی القربا اما فقرای مهاجرین؟ به خاطر خاص کرد که یا خدمات دینی را، بسیار خدمت دینی را انجام داده، تکلیف کشیده. الذین، امو مهاجرینی که اخرجوا من دیارهم، که کشیده شدن از خانه هایشان، حق زندگی را کس برش نداد. به کدام جرم؟ و اموالهم، از مالایشان کشیده شد. یبتغون فضلا من الله، که طلب میکردن فقط رضامندی الله تبارک و تعالی را، و چی؟ فضلا احسان از جانب الله، و رضوانا رضامندی الله را، و ینصرون الله و رسوله، امداد میکردن، کمک میکردن دین الله را و رسوله، پیغمبر الله را. الله میگه اولئک هم الصادقون، اینمی واقعا راستگوی هستند ایمان، یا ایمانی خدا بالکل راست ساختن. چرا؟
به خاطری که از مال خود گذاشت، اقارب خود گذاشت، وطن گذاشت، خانه را گذاشت، هیچ نیت دیگه نداره، فقط و فقط احسان الله را طلب داره سری خود، رضامندی الله را. و اینطورام نه، مسلمانی نیست که جامد باشه یک جای خو کرده، متحرک است. قرآن همیشه یاد میکنه مقام و امتیاز در قرآن برای کسی ذکر میشه که متحرک است، متحرک. و ینصرون الله، این فعل مضارع است، مسلسل امداد میکنه امرای دین الله تبارک و تعالی و رسول او، امرای پیغمبر الله امداد میکنه. مومن اینو میگه، اینو میره صادق میگه که الله میگه اولئک هم الصادقون. یک لحظه آرام نمی نشینه. اما واقعا مومن واقعی نموسته که کل زندگیش در دعوت تیر میشه، در فکر دعوت تیر میشه، در غم دعوت تیر میشه، در نقشه دعوت تیر میشه، در پلان و طرح ریزی دعوت تیر میشه. اینی را مومن واقعی میگه. هیره قرآن مومن صادق گفته. ایون همون مهاجرین است. والذین تبوأوا الدار، او کسانی که تبوأوا الدار جای گرفتن در دیار هجرت، والایمان چیستا و خالص کردن ایمانی خدا، یک ترجمه جای گرفتن. ایام مدح امی مهاجرین است. او کسانی هستند تبوأوا الدار که جای گرفتن الدار در دیار هجرت، پس نامدن در وطن، والایمان خالص کردن ایمان خدا، من قبلهم پیش از دیگر صحابه کده، یحبون من هاجر، محبت داره هر کسی دیگه هم که مهاجر میشه قطعی از اون تنگیش نمیه. بعضی اوقات که در یک مدرسه کسی داخل شد که دیگه میاد داخله میگیره، چی میشه؟ تنگیش میه. و او طور نیسته. یک ترجمه است. دوم ترجمه که راجح است، چرا که الله مدح مهاجرین هم کرده، از انصار هم کرده. دوم ترجمه والذین تبوأوا الدار، او کسانی که تبوأوا الدار جای گرفتن در خانه خود، یعنی مجرت نکردن که در مدینه منوره است، والایمان خالص کردن ایمان خدا، یعنی آوردن ایمان، من قبلهم پیش از آمدن مهاجرین، پیش یحبون دوست دارن من کسی که هاجر هجرت میکنه، الیهم بسویشان، یا انصار هستند. ولا یجدون فی صدورهم، نمیابند در سینه های خود، در قلبای خود، حاجتا تنگی، حسد، مما از آن چیزی که او تو داده شده به مهاجرین. کدام غنیمت های بنو نظیر که به مهاجرین داده شد، در او مورد هیچ نوع تنگ نظری نکرده، حسد نمیکنه. و یؤثرون، ترجیح میده، مقدم میداره دادن مالی بنی نظیر، فیق بنی نظیر، علی انفسهم، بالای نفسای خود ترجیح میده که به برادرای مهاجر داده شود. ولو کان بهم خصاصه، اگرچه بالای خودشانم فاقه است، احتیاجات داره به این مال، لیکن به خاطر از اینکه برادر مهاجری ما صاحب خانه و کاشانه شوه، خوش داره که برای از او داده شوه. الله تبارک و تعالی اینجا مدح انصار کرد، هر دو طایفه را. قرآن چی میگه؟ و من یوق شح نفسی، کسی که نگاه داشته شوه از حرص. شح میگه بخلی که امرای حرص باشه، هم بخیل هستی هم تلاش میکنی. بعضی میگه بخیل او را میگه که مال خود مصرف نمیکنی، لیکن شح او را میگه که مال دیگه کس مصرف میکنی از خود نه. یکی یا است که اگر مالم نمیدی خواست دیگه کسم طلب داری، را شح میگه. اگر تنها مال خود مصرف نمیکنی از دیگه کس طلب نداری، ایرا بخل میگه. اینجا شح است. و من یوق شح نفسی، کسی که نگاه داشته شو از حرص چی؟ نفسی خود، فاولئک هم المفلحون، این همی مردم رستگار هستند، ام در دنیا ام در آخرت. آلی حرص و بخل ام در علم میا، ام در ایمان میا، ام در مال میا، در هر چیز. برادر مسلمانی خود است، در مقابلش حسد نکنی، تنگ نظری نکنی، تلاش داشته باش که دیگم برای من علم یاد گرفتم دیگه کس یاد نگیره، من یک مقام حاصل کردم دیگه کس مقام حاصل نکنه. نه، وسعت نظر باش، هر کس تلاش داشته باش که اینطور مرتبه ها را کمایی کنه. مفسرین کرام در زیر آیت واقعات متنوع ایثار و فداکاری صحابه را ذکر میکنه که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله پایچه روان میشه در یک خانه، در 7 خانه دور میخوره، پس در خانه اول میره. در مقام جنگ جام آب داده میشه، در امو کسی که اول زخمی است دور داده، پس در امو زخمی اول میرسه که جان داده، در کدامش که باز دوباره جام میگرده که جان داده، شهید شده. اینطوری مسائل خیلی زیاد است. عایشه رضی الله عنها
هیچ چیزی دیگری در خانه نیست، سایل میآید او میگه که هیچ چیز ندارم، نان برای ازو میده، خودش گوش نمیشینه. این واقعات بسیار واقعات است. مفسرین در اینجا هم ذکر میکنه، در حکایات صحابه بالکل این گپاره آدم میفهمه. حکایات صحابه یکی از فایده هایی که داره ایسته که مصیبت و تکلیفی که رنج و غمی که در زندگی داری، وقتی حکایات صحابه را مطالعه بکنی بالکل سرت آسان میشه، درک میکنی که دین چی را میگه و مردم چقدر تکالیف کشیده. ناز پرور و نعمت پرور نمیشی که والا ادناترین گپ برات برسه لنگای دلرزه باشه. ایمان صحابه و او فداکاری که صحابه کرده که او را بشنوی، باز دیگه می نیرویت بیخی همینطور اتون انرژی میگیری، نیرویت قوی میشه که پرسان نکن، باز میگی که ما هیچ چیز نکردیم. صحابه را بیبی او واقعا واقعات تعجب آور است. خود تعجب آور نشماریشه. چرا؟ کسی که ایمان اینطور عقیده از زبان مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شنیده باشه و در تعلیم و تربیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کرده باشه، شما چی تصور داری که کدام ایمان است؟ او چه قسم ایمان است؟ او هیچ حد و اندازه شمار نمیشه. چرا که این عقیده را بدون شک شبهه از یک عالم میشنوی، هزار وسوسه در قلبت پیدا میشه، لیکن از جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخن میشنیدی، نه شک بود نه شبهه بود. چقدر دلسوزی داشت پیغمبر، چقدر با محبت او را بیان میکرد. الله اکبر. حالی که تنها حدیثش ما خود میخوانیم، الله تبارک و تعالی نصیبی ما بکنه چقدر لذت میبریم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به زبان خود بیان میکنیم، اگر به زبان شیرین پیغمبر بیان میشد چقدر تاثیر داشت. از او خاطر صحابه واقعا به مو معیار رسیده بودن که بیخی حد نداره. واقعا ایمانشان، اخلاصشان، صداقتشان، فرمانبرداری و اطاعتشان، پابندیشان در دین، در تمام موردا الله کامیاب کرده بود. مردمی پیدا میشه که همچه صحابه هم نعوذ بالله الله اکبر در شانشان گپای غلط میگه. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که آمدن پس از همه مهاجرین و انصار، یقولون میگویند مسلسل ربنا اغفر لنا، پروردگار بخشش کو بر ما، ولی اخواننا برای برادرای ما، الذین هم برادرایی که سبقونا پیشتر شده، بالایمان به ایمان، از ما که پیش ایمان آورده، ولا تجعل فی قلوبنا، نگردانی در دلهای ما، غلا للذین آمنوا، کینه و کدورت در برابری و کسانی که مؤمن هستند. ربنا پروردگار انک رؤوف الرحیم، یقینا تو مهربان ذات هستی، رحم کننده هستی. او دو خود تیر شده، خود سیوم خدا جور کن. سیوم چیسته؟ اینمی مردم هست که برای ازوا دعا میکنه، میگه در ایمان از ما سبقت کرده، در دل ما در موردشان کینه نباشه. اگر مشاجرات و اختلافات هم در بین تیر کرده، تو در موردش قضاوت نکن که اینطور بودن و مردمی بودن که پیش تیر شد، هرچی که شده. پس ما زبانای خودم نگاه میکنیم از وابست شدن به طعن یا نعوذ بالله عیب در مقابل کی؟ صحابه. چی ضرورت داریم؟ از امو خاطر در کتابای عقاید کلی اهل سنت و الجماعت عقیدهش لا نذکرهم الا بخیر، ما یاد نمیکنیم صحابه را مگر به چی؟ بخیر. چرا؟ و اعمال نیکی انجام داده که در مقابلش او گپا و گناهایشان الله چی کرده؟ معافم کرده. او ضرورت به این نداریم. دین توسط ازوا بر ما رسیده. دین او پیغمبر گفته لا تسبوا اصحابی، صحابه ما را دو دشنام نده. چرا؟ به خاطری که اگر شما برابری کوی و حد مصرف کنی، انفاق کنی در راه الله، برابری چی نمیشه؟ نصف مد در نیم پاوی صحابه هم رسیده نمیتونه. صحابه اینطور مقام و منزلت داره و شما هم در برابرش امو رقم احترام داشته باشه. در اینجا در دعای خود میگه که کینه نباشه. در یک موقع در یک مجلس پیغمبر علیه السلام گفت یک شخصی بر میای عالی که او از اهل جنت است. عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه او نشسته است، سعی میکنن که کی میای چیستا کی آدم جنتی است. وقتی که چی آمد یک صحابی بر ای عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه امیر چی کرد؟ تعقیب کرد. 3 شب وقتش کرد. 3 شب ما میمانی دستم رفت 3 شب تیر کرد. شبا می مراقبت میکرد، روزم کی چی اعمال انجام میده که اهل جنت است. آخر روزی سوم شد، عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه برش میگه که من خو به یک مقصد آمده بودم. گفت بگو.
گفت پیغمبر علیه السلام یعنی طور گپا گفت و تو آمدی، تو از اهل جنت بشارت برات داد، من تلاش کردم که معلوم کنم کدام عمل انجام میدی که ما مامور انجام بدیم. و گفت یا بالله قسم من دیگه اعمال ندارم، یعنی زیاد تهجدام نمیخواندی، گپام نمیکرد. خیری روان شد، گفت هیچ چیز ندارم. یک دفعه که روان شد پسان برش صدا کرد، گفت دور بخو. گفت من یک عمل دارم، بیگار صبح نمی کنم که در قلبم در مورد مسلمان اینمی قدر کینه باشه. کینه ندارم در دلی خود و مسلمان همینطور است. بس ما امو سخترین دشمن خدا آرزو داریم که جنت الله برش نصیب بکنه، هدایت الله نصیبی کلگی بکنه. همینطور بعد چی داشته باشیم؟ قلبی ما باشه. چرا این بهترین چیسته، خصوصا در مورد صحابه، خصوصا در مورد این گپ بسیار مهم است که شما خوب بدانید، خصوصا در مورد امامای مجتهدین، 4 امام که هسته، خصوصا در موردی که در یک مسئله دین استنباط کرده و ما در قلب ما نعوذ بالله یا گپی بی ادبی یا کینه در موردش باشه، بلکه ما به خیر یاد میکنیم، احترامش داریم، تعظیمش داریم، قدرش داریم، اما معصوم نمیدانیم. اگر جایی خطا شده منهج ما منهج کیست؟ بگه رسول الله صلی الله علیه وسلم است. اینی مسلکی ماست، اینی راه و روش ماست، اینی مذهبی ماست، بینمی ما روان هستیم. اگر کسی ما را تهمت میزنه که ائمه مجتهدین قبول ندارن، در ختم ترجمه قرآن کریم یک جناب مولوی خسته بود، گفته بود که مردم ترجمه میکنه، اماما را بد میدانه. تهمتای ناحق نکنی. در اون مجلس بعد اگر کسی حق پرست باشه اشارهش فقط و فقط به ماست. چرا ترجمه قرآن دیگه جای وجود نداره. او ترجمه را خو نمیگفت به خاطری که اونجا خو مدح کرده رایستی. یک عالم حقانی همونجا در مقابلش یا شاگرد حقانی خیست در مقابلش پرزه روان میکرد که جناب مولوی صاحب یک کسی که قرآن ترجمه میکنه او بی عزتی علما را داره؟ کلا قطعا نه. یک مولوی است، بله یک نفر قطش گپار توبالا کرده که هم الحمدلله از موحدین است. خود دیگه امی قدر علما همونجا نشسته بودن، چرا دفاع از حق نمیکنه؟ این تهمت نیست جانی ما؟ کدام وقت امی قدر ترجمه های قرآن شنیده ما در حق ائمه بزرگوار کدام گپی بی ادبانه در مقابلش استعمال کردیم؟ کلا الحمدلله. بلکه الحمدلله ما احترامش از یاد داریم. چرا گپ و توصیهش قبول کردیم، شما احترامش نداری. دین از خود جور کردی، مراسم از خود جور کردی، مذهب از خود جور کردی. به الله قسم کدام چیزایی را که ما رد میکنیم اگر شما از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سند آورده باز ما را ملامت کنی. خود نداری، شما دین از خود جور کرده بسته میکنه در نامی کی؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. مردم نوروز یا بالا میکنه، قبرا را یا پخته میکنه، جندا را بالا میکنه، رختا را سرش میپرته، هر روز چهارشنبه را برش مقرر کرده، میلادا را یا میکنه، دیگه شبگه سوم و چهارم و چلی و ختمه و گپا را میکنه. در یکیش برام سند از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بکشه، بالکل دیگه این مسلک خدا اعلام میکنم. خب مرد از کدام عالم امی کارا بکنه که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ثابت باشه. خب افسوس است که نام امامی تانم بد کرده، نام مذهبی تانم بد کرده و این کارا را به مردم هم خوب دین معرفی کرده که مردم هیچ اعلان نمیکنه. الله رحم بکنه. ما همیشه به سابقین خود اینی دعا را میکنیم که ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحیم. امی دعای ماست، الله نصیب ما بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.